یک جوان ثروتمند از مصر یک بیماری داشت که سالها در بریتانیا تبابت می‌گرفت. طبیبان به این مرد گفتند یگانه راه نجات تو این جراحی است. نه که ما به تو گارانتی دادن نمیتوانیم که از این جراحی صحت میبری یا اینکه نه. این مرد خیلی غمگین میشود و میگوید که رفته با عائله خودم یک نوار میگیرم، یک ویدیو میکنم که ابدی باقی ماند. و به سوی خانه سفر کرده نمی شود. به بازاری گذر می کند که می بیند یک زنی را که در نزد یک دکان گوشت فروشی که آن مرد گوشت را از استخوان جدا کرده است و استخوان‌های او را در یک موسوره گویم پرتافته ایستاده است و این زن همگی آنها را جمع کرده در سدکه خود گرفته ایستاده است. این مرد به نزد اون می رود. می گوید خواهرم، با تو چی شد که آن استخوان‌هایی که در موسور پرتافته ایستادند تو اونها را با خود گرفته ایستاده ای؟ چرا این کار را میکنی؟ این زن میگوید سالها میشود که فرزندان من گوشت نخوردند. من اینها را با خودم میبرم و در خانه آب جوشان میکنم، از آب آنها با فرزندانم میتیم. وقتی که این مرد ثروتمند این سخن را که میشنود گریان میشود. به نزد گوشت فروش می آید و خیلی مقدار سومی بسیاری را به گوشت فروش میتیه. میگه برادر، هر باره که این زن اگر به نزد تو آمد از گوشت یعنی که لحم و این خواهر ما عطا بکن تا اینکه فرزندان اونها هم از گوشت محروم نشوند. و این مرد می رود و این زن هر باره که می آید به این گوشت می دهد. این مرد به خانه خود می رود، با زن و همسران خودش یک نوار می گیرد که ابدی با آنها بماند. دوباره به جراحی می رود، یعنی که به نزد دکتر می رود، می خواهد که باز یک بار دیگر جراحی بکند. وقتی که دکترها ای را دوباره تشخیص می کنند می بینند در وجود این یگان بیماری وجود ندارد. دکترها در حیرت می افتند و باز دوباره تشخیص می کنند. باز می بینند که در وجودش یگان بیماری وجود ندارد. دکترها به این جوان می گویند آیا تو یگان داروی خورده ای؟ یا اینکه به نزد یگان دکتر رفته ای؟ یا اینکه یگان اپارات خوب تو را تشخیص کرده است؟ چون که در وجود تو یگان بیماری نیست. این مرد در حیرت می افتد. میگه چگونه؟ میخواهم که باز تشخیص کنین. باز یک بار دیگر که تشخیص میکنن باز میبینن که در وجودش یگان بیماری وجود ندارد. این مرد گریان میشود. میگوید من یگان داروی نخوردم، من از یگان دکتری هم نرفتم، چی شده باشد؟ یک لحظه ایستاده فکر میکند. یعنی همان زنی که با او یک مقدار سم داده بود در یادش میزند. گریه میکند و شکرانه میکند که خداوند به سبب همین زن به ایش شفای داده است. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت نزدیکترین شخص در روز قیامت در بهشت همان شخصی است که او یتیم است. بینین که یک یتیمی را که سیر کرد الله ای را شفا داد و روز قیامت با رسول خدا صلی الله علیه و سلم در بهشت باقی میماند. دوستان، این قصه دلالت به آن میکند که اگر ما و شما یک یتیمی را سیر بگردانیم نزدیکترین شخص در روز قیامت با رسول خدا صلی الله علیه و سلم میشویم. برادران عزیز، ما در شهر وحدت در یکی از دهه‌هاش با نام یومسی بالا که هست قرار داریم که از وحدت 40-50 کیلومتر دور است. به خاطر شما آمدیم که یک نوارهای پیشکش شما بکنیم و چندین معجزه ها رو ما سیانکه کرده هستیم که انشاءالله به نزدیکی پیشکشتان خواهیم کرد. هوا خیلی لوی و چل بود، تنها به خاطر شما آمدیم. باقی در امان الله باشین.